یکی از اشتباهاتی که بچهای حوزه نتورک انجام میدن این هست که وقتی یه سروری پینگ میشه فکر میکنن سرویس های روی اون سرور هم فعاله. چطور تشخیص بدم وقتی یه سروری پینگ میشه سرویس هایی که رو اون هست، حالا میتونه دیتابیس، وب سرور یا یه اپلیکیشن باشه، فعال هست یا نه؟ من حمید اسدی و اینجا لنتک. تو این ویدیو یاد میگیریم چگونه یه سرور رو تست کنیم تو لایه 3 و لایه 4 که اگر سرور پینگ میشه آیا سرویس هاش هم فعال هست یا نه. کمی درباره دستور پینگ و تلنت صحبت میکنیم و در ادامه به صورت عملی و تست میکنیم یک وب سرویسی رو که فعال هست یا خیر. همه شما با دستور پینگ آشنا هستید. پینگ میگن تو لایه 3 کار میکنه، یعنی یک پکت از جنس اکو ریکوست میفرسته به مقصد و یه اکو ریپلای از مقصد دریافت میکنه. این کار رو توسط پروتکل ICMP انجام میده. خب اگر ازتون بازم بپرسن که پینگ با چه پورتی کار میکنه و پورتش چیه، خب این مسلما میخوام بدونن آیا شما میدونید که اصلا پینگ پورت نمیشناسه؟ میدونید لایه 3 لایه IP، لایه نتورکه، پورت تو لایه 4 هست. بنابراین پینگ فقط و فقط تو لایه 3 کار میکنه و یک تست کانکتیویتی و ارتباط بین یک کلاینت با یک سرور هست و نمیتونه چک کنه که آیا یه وب سرور الان فعال هست یا نه. به عنوان مثال اگر یک وب سروری داشته باشید که روش چندین وبسایت باشه، نمیتونه تشخیص بده اون وبسایت ها الان فعال هستن یا نه. اما بچهای شبکه این اشتباه رو میکنن، وقتی که یک سروری پینگ میشه فکر میکنن همه سرویس ها و اپلیکیشن ها روی اون سرور فعال هست. اگر بخوام تست جامعی داشته باشیم باید علاوه بر دستور پینگ دستور تلنت هم آشنا باشیم. تلنت چی کار میکنه؟ تلنت میتواند یک IP و یک پورت رو مورد تست قرار بده. به عبارت دیگه اگر به ما بگن تست لایه 3 چیه میگیم پینگ و به اون بگن تست لایه 4 چیه باید بگیم تلنت. ما در ادامه این ویدیو به صورت کاملا عملی یاد میگیریم یک سروری رو که وب سرور راه اندازی شده روش رو تست کنیم، هم تو لایه 3 و هم تو لایه 4. با همدیگه لابراتوار رو اول ببینیم و سپس کار عملیمون رو شروع کنیم. همونطور که میبینید من یک ویندوز سرور 2025 دارم که یه وب سرور روش رو اندازی کردم. آیپیش هم گذاشتم 10.10.10.3 و یک کلاینتی تو مجموعه هست به نام PC1 با آیپی 10.10.10.11. حالا من در مرحله اول تست میکنم، هم تست لایه 3 و هم تست لایه 4، یعنی هم با دستور پینگ و هم با دستور تلنت آشنا میشیم که چگونه بفهمیم سروری که پینگ میشه پورت هاش هم باز هست و هیچ مشکلی نداره. در ادامه هم میایم وب سرور رو از کار میندازیم و دوباره پینگ و تلنت رو تست میکنیم. من اینجا یک ویندوز سرور 2025 رو اندازی کردم که روش IIS آوردم بالا. IIS اگه باز کنم یک وبسایتی رو برای تست آوردم بالا و اگر بروزش کنم سایت کار میکنه. پس یک وب سرور دارم که وبسایت روش آوردم بالا. حالا میام روی کلاینت اینجا هم تونستم www.lantec.ir رو باز کنم. پس شبکم الان درسته. حالا میخوام تست کنم زمانی که پشت کلاینت نشستم ببینم سرورم پینگ میشه و چطور بفهمم پورت 80ش بازه. اگر من www.lantec.ir رو بزنم و نتیجه بگیرم میگن درسته، این ولی یک کاربر معمولی این رو متوجه میشه. ولی اگه این وبسایت بالا نیاد چی؟ من تستم رو باید حرفه‌ای‌تر انجام بدم. بدین صورت که اول بیام با برم توی کامند پرامپت پینگ رو بزنم
و بگم 10.10.10.3 که وب سرور میبینم پینگ میشه. خب این تا الان درست، یعنی میفهمم وب سرور 10.10.3 که آی پیش 10.10.3 هست کار میکنه. حالا میخوام متوجه بشم که آیا پورت 80ش باز هست یا نه. البته که من الان دیدم بله باز هست، اما اگر یه دفعه باز نبود میخوام تست کنم. چگونه باید تست کنم؟ دستور تلنت آی پی رو میزنم 10.10.10.3 و پورت 80 رو اگر بزنم و این صفحه مشکی باشه یعنی این پورت بازه. خب الان همه چی درسته. منم تستم رو بر این اساس گرفتم که همه چی رو در زمانی که درسته و داره کار میکنه تست کنم. دستور پینگ تست لایه 3 رو انجام میده، تلنت تست لایه 4 رو انجام میده. خب حالا من این کار رو میخوام یه خورده حرفه‌ای تر انجام بدیم. یعنی چی؟ یعنی برم وب سرورم رو غیر فعال کنم. میام روی ویندوز سرور 2025 اساساً وب سرور رو معذرت میخوام. این یک وب سرور هست که چند تا وبسایت روش میتونه تعریف بشه و راه اندازی بشه. من کل وب سرور رو استاپ میکنم. حالا میام روی کلاینتم. الان لحظه‌ایه که میخوایم اون تست رو انجام بدیم و ببینیم که سرور پینگ میشه یا نه. الان من میام میزنم که www.lantec.ir این کش کرده، اینجا میزنم دیگه. الان lantec.ir باز نمیشه، وبسایت باز نمیشه. میام تستام رو انجام میدم. میام میبینم ران رو میزنم، cmd میزنم، پینگ 10.10.10.3 رو میزنم، پینگ میشه، پینگ دارم. اما حالا میخوام ببینم که وبسایت هم بالا هست یا نه. تلنت فاصله 10.10.10.3 پورت 80. حالا اگر HTTPS بود پورت 443. تلنت 10.10.10.3 پورت 80 رو زدم. بعد به هم پیغام خطا داد، میگه connecting to 10.10.10.3 could not open connection to the host on port 80 connect failed. خب من اینجا الان متوجه شدم که پورت 80 بسته است، پورت 80 کار نمیکنه. خب دقت کنید، میتونه فایروال جلوی پورت 80 رو بگیره. الان که من توی تست الانم که خودم از کار انداختم، یعنی وبسایت اصلا وب سرور استارت نیست. من الان استارتش میکنم، دوباره اون تست رو میزنم، دوباره میام تلنت میکنم، تلنت حالا دوباره جواب داد. بنابراین باید شما اگر شما تلنت فاصله آی پی اون سرور مورد نظر فاصله پورت رو زدید، اگر کار نکرد باید سراغ دلایل مختلف بگردید. ولی تلنت و آی پی و پورت بهت نشون میده که شما از اون کلاینت دسترسی دارید یا نه. مطمئن میشید فایروال جلوش رو نگرفته، مطمئن میشید که سرویس خودش فعال هست و ارتباط لایه 4تون با اون اپلیکیشن یا اون سرویس باز هست. پس به طور کل یادتون باشه اگر پینگ یک سرور رو گرفتید شما نصف راهو رفتید. برای اینکه مطمئن بشید از این ویدیو استفاده کنید و با دستور تلنت آی پی و پورت مقصد رو بزنید تا مطمئن بشید اون سرویس فعال هست یا خیر. حالا شما برای من کامنت کنید آیا شده سروری رو پینگ کنید ولی سرویسش کار نکرده باشه؟ اگه تو این زمینه تجربه‌ای دارید کامنت کنید تا با هم در موردش بحث کنیم و با هم دیگه بیشتر یاد بگیریم. اگه این ویدیو برات مفید بود لایک و سابسکرایب کنید تا کلی ویدیوی دیگه مشابه این در راهی که با هم یاد بگیریم و پیشرفت کنیم. تا ویدیوی دیگه خدا نگهدار.